چی شدی لروکس جون؟ دمیر جون تو هم داری میبینی چقدر قشنگ شده؟ خب تو هم یه چیزی بهش بگو دیگه. بهت میاد تو خوشی استفاده کنی. وای وای دخترمون هرچی بپوشه بهش میاد، اما این لباس معرکه است. واقعا ممنونم، خیلی قشنگه، دوستش دارم. در از خودت خوشگلی عزیزم، گردنت عین قو میمونه، کمرت هم که باریک، دستات ظریف، قدت بلند، اندامت مثل قوه عزیزم. وای خیلی خوشگلی. یه دور برا من بزن لطفاً ببینمت. وای آخه یه بار دیگه بچرخ، یه بار دیگه. نه با سرعت اینجوری. آره وای اینجوری با سرعت همینجوری هی دور بزن. وای آره داری چی کار میکنی؟ آفرین. شمارم روشن کنید. ممنونم که رسوندیم خونه. خواهش میکنم نازنین، رسمه که تو قرار اول دختره رو تا در خونه میرسونه. پس کوچه شما اینجاست. کدوم ساختمون بود؟ این خیلی ساختمون بانمکیه، کوچهش خیلی بانمکه. خب الان بگو ببینم پنجرش کدوم دقیقاً؟ اون یکی. برو. وقتی داشتی از دست بابام فرار میکردی تو همین کوچه افتادی دستت شکست، یادت میاد الان من چجوری اینو فراموش کنم؟ عشقم اون بورای سابق بود دیگه، الان از اون بورای سابق خبری نیست دیگه. مقابلت یه آدم خطرناک و عصیانگره، میفهمی؟ ببین حواست باشه، از الان گفته باشم خطرناک. مربه ببینم از پنجره شما بود، بابات ما رو دید. بیا تو دخترم. الان میام بابا جونم. یعنی دید؟ یه چیزی بهت بگم، یعنی داری از اون زمانایی که از بابام میترسیدی، یعنی اون زمانایی که خیلی خیلی از بابام میترسیدی شروع میکنیم؟ اما عشقم یعنی طرف بازنشستم که باشه اما بازم فرمانده بوده، اسلحه کمری داره. دفاع شخصی بلده، به وقتش آدم و جوری میزنن که سر و صورتش داغون بشه. آدم رو نابود میکنن این نازنینا. لیلا یه محیط رمانتیک برای جوونا درست کردیم، امیدوارم قدرشو بدونن دیگه، بقیهش به خودشون بسته. وقتی برقا رفت یکم اتکلون تو هوا زدم بدون اینکه کسی متوجه بشه، بوی اون دودو عوض کردم. آره وای خدایا لطفا این دوتا عاشقو به هم دیگه برسون، خدایا ازت خواهش میکنم. ایروس کجا؟ تو کی هستی دیگه؟ منو نشناختین؟ گفتین برقا رو قطع کنم، به من بدهکاری. تو همونی؟ نشناختمت، از کجا بشناسمت؟ وایس یه دقیقه ببینم، وایس صبر کن ببینم. آی بیا، آها بیا. بیشتر بده، برق گرفته منو، داشتم به خاطر شما میمردم. خب به من چه عزیزم، تو هم از یه جایی میرفتی که برق نگیرتت، بگیر دیگه بیا.
فیروزه یکم کوتاه بیا دیگه، نمیبینی طرف سرش آتیش گرفته؟ بلا به دور باشه پسرم. چیزیتون شده؟ چیزیتون که نشده ها؟ همه جام چیز شده، مغزم جدویز میکنه، دستم جدویز میکنه، همه جای بدنم برق است. دست میزنم ها، به پول بدید. خب باشه همینقدر داریم دیگه، نداریم. بگیر. چرا فقط برق ما قطع شده واقعا نمیفهمم. میگن مشکل از ما نیست. خاله فیروزه و لیلا هم زود رفتن، نتونستیم در مورد خونه اصلا حرف بزنیم. لروکس بیا یکم بشین. باشه من گوشم با توه. لطفاً اونی که دستته رو بذار کنار رو بیا بشین. این همون بسته‌ای که به یلدریم خان دادیم؟ یلدریم خان بهت پسش داد؟ خواهش میکنم نکن، بیا یه غذایی بخوریم. بعد از اینکه قرارداد امضا کردی. آلارا یه لحظه. بیشتر از این اصرار نکن بابا. من از اومدن به اینجا پشیمون نکن. باشه فهمیدم. خیلی ممنونم که یه فرصت دیگه بهم دادی. چرا این کارو کردی؟ رسما بسته رو دزدیدی؟ واقعا؟ کاش اسرار شرکت یلدریم خان رو به یک کارمند معمولی میدادم و میفرستادم. معمولی؟ اگه در جریان باشی من مدیر بزرگترین پروژه اون آدمم. یادآوری میکنم. انگار واقعا برای اینکه نفهمی خیلی تلاش میکنی. یلدریم خان دوست اکرم خانه. براک اون از بچگی میشناسه. در ضمن چرا باید راز شرکت رو بدن دست تو لروکس؟ چون به هم اعتماد دارن. یا شاید برای اینکه تو این بسته چیزای خوبی وجود نداره. اصلا به این روش فکر کردی؟ نه بابا چی میگی دمیر؟ یعنی منظورت براکه؟ آره براکه. براک کیه؟ نمیفهمم. لروکس براک کیه؟ یعنی اون چیه توی که انقدر بهش اعتماد داری؟ براک دوست منه. اون کارای احمقانه نمیکنه. اگه اشتباه میکنم بگو. تا جایی که دیدم براک همکار توه. تو اونو نمیشناسی، اما بیچون و چرا بهش اعتماد میکنی. منم نمیشناسی، اما بیچون و چرا بهم اعتماد نمیکنی. رفتاری تو حد وسطی نداره نه؟ الان داری مزخرف میگی. باشه این کارو میکنیم. انتخاب با توه. یا این بسته رو باز میکنی و با محتوای درونش روبرو میشی، یا میگی باز نمیکنم و بیخیال میشی. اما ما بقیه زندگی تو میپرسی که تو این بسته چی بود. یعنی قبول میکنی که به براک اعتماد نداری. با این حرفا هیچی درست نمیشه. تو نه منو نه براکو نمیشناسی. چرت و پرت نگو. مگه تو اون بسته چی میتونه باشه؟ تو چرا اینو میگیری؟ آخه چی شد؟ خوبی؟ واقعا معذرت میخوام. چیزی باشه من برم یه کرم سوختگی بیارم، اما اول باید اونو بگیری زیر آب. ببین شیراب اونجاست. بیا بازش میکنم، تو دستتو بگیر زیرش. الان میام. نیازی نیست. ابراهیم خواهش میکنم قطع نکن ابراهیم، قطع نکن. ابراهیم میدونم دیر وقته، اما امیدوارم بیدارت نکرده باشه. نه بیدار بودم، همینطوری تو اتاقم سرگرم بودم. تو هنوز سر کاری؟ آره شب یه جراحی داشتیم، منتظریم عزیزمون به هوش بیاد. یعنی خوب میشه؟ برای اینکه خوب بشه اینجا. دختر خوششانسیه. یعنی منم اینو میخواستم. یعنی اگه قرار بود عمل بشم دوست داشتم دکترم بالا سرم باشه تا وقتی به هوش بیام. یعنی میگم سگی که دیروز بهش ماشین زده بود اون چی شد؟ پاشو خوب کردیم، یکم به خودش بیاد یه عمل دیگه هم روش انجام میدیم. تو میخوای ببینی؟ مزاحم نیستم؟ یکم مهربانی برای همه لازمه. باشه.
درد میکنه؟ داره یخ میزنه. ببخشید. وای خیلی بد سوخته. چیز مهمی نیست لراکس، درست میشه، بزرگش نکن. باشه پس یکم از این بهش بزنیم، زودتر خوب میشه. یه لحظه اون چیه؟ گیاهیه، توش گیاهای زیادی هست، مامانم فرستاده. بهتره اصلا نزنین. من صبح موقعی رفتن میرم پماد سفید. نه بابا چی میگی؟ این خیلی خوبه. ما تو روستامون از اینا به حیوونا میزدیم. به حیوونا؟ حیوونا بدنشونو به سیم خاردار میزنن، بعدش کلی خونریزی میکنن. ما هم از اینا بهشون میزنیم خوب میشن، زخمای بزرگو خوب میکنه. البته. پس یعنی میگی چون اونا رو خوب کرده پس برای تو هم خوبه. نه منظورم اون نیست. کسی رو با اسم حیوونا تغییر نکن، چون که من با اونا بزرگ شدم. اونا صمیمی‌ترین دوستای منن. من خواهر و برادر نداشتم. مامانم قبل من همشون رو سخت کرد، بعد منم همینطوری ادامه داده. من تک فرزند بودم. شایدم به خاطر همین دوستام خواهر و برادرام شدن و آرتمیمم خونمه. متاسفانه این حرفا برای کاری که کردی توجیه نمیشه. میدونی چرا؟ چون آرتمیمم خونه تو نیست. اون آدم هم خواهر برادرای تو نیستن، همکارته. مشکل تو همینه، قلب نداری، استعداد یک دل شدن رو نداری. منم تنها بزرگ شدم، اما یاد گرفتم زندگی کاری و شخصی رو از هم جدا کنم. حواستو جمع کن لراکس. ببین بوراک نه دوست توه، نه داداشته و نه دوست پسرت. این بسته رو داده به تو تا ببریش. ممکن بود برات دردسرای بزرگی درست تو هم چه گیری به این بسته دادی یا؟ فقط یه چی؟ فقط چی؟ نمیدونی، چون که نمیتونی نگاه کنی. نمیدونم بوراک چه معنی برای تو داره، اما برای اینکه این وضعیت عوض نشه نتونستی اون بسته رو باز کنی و توشو نگاه کنی. اینم همه چی واسه من روشن کرد. جدی؟ تو کدوم موضوع؟ تو این موضوع که نمیتونم به تو هم اعتماد کنم. اوه چه دنیای قشنگی. دوست جونجونیم اعتمادشو به من از دست داده. اگه هر دفعه بخوای بدون چون و چرا دنبال بوراک بری، در ضمن تاثیرات دیگران هم وجود داره. اون وقت من چجوری این شرکت رو مدیریت کنم لراکس؟ نمیدونم. با جدا کردن آدمایی که عاشق همن و یه سری قوانین مزخرف. راه دیگه‌ای برام باقی نمیذارین، مجبورم سرد و خشن رفتار کنم. بعد نشینین گریه کنین که مدیر ظالم دارین، چون جوری دیگه‌ای نمیتونم مدیریتتون کنم. دمیر، تا حالا به کسی چشم بسته اعتماد کردی؟ یاد گرفتم که نباید اعتماد کنم. تو هم قبل از اینکه زخمای سنگینی ببینی اینو یاد بگیر. اینم جنگو آخرین مریضمونه. اون چشه؟ از تو معدش یه جوراب مردونه سایز 42 درآوردم برای دومین بار. خنگول، چیز دیگه ای واسه خوردن پیدا نکردی؟ بلا به دور باشه. تشکر میکنه. ابراهیم راستی تو چرا زنگ زده بودی؟ وسایلی که برای پانسیون گربه سفارش داده بودی و شب آوردن. زنگ زدم بپرسم باید چه کار کنیم. یعنی بفرستمش به شرکت یا بفرستمش جایی که قراره تأسیسش کنم؟ میگم این کارو بکنیم. من فردا یه ماشین جور میکنم، میام ازت میگیرم، باشه خوبه؟ باشه، من اینجام. باشه پس میبینمت. خسته نباشی. شب بخیر رایدم. بای. چطوره؟ خیلی دختر بامزه‌ایه مگه نه؟ ببینم چی میشه. چی میتونه توش باشه؟ نه بابا، در ضمن من به بوراک اعتماد دارم. دوبله شده در استودیو جیم. یه لحظه، دمیر چی گفت بهه؟ گفت اگه من بسته رو باز کنم به بوراک اعتماد دارم یا اگه بازش نکنم؟ کدوم بود؟ باز کنم میفهمم، اگه از بوراک مطمئنم باز نمی کنم، یا
اگه به بوراک اعتماد دارم باز کنم. اوف مغزم هنگ کرد بابا. شیطونه میگه بازش کن. فقط از لج دمیر باز کن ببین چی توشه. اما دخترم تو گول شیطونو نخور، مخصوصا گول اون دمیر رو اصلا نخور. ببین این وقت شب تو رو بیخواب کرده، خودش رفته رو تختش خوابیده. حالا هرچی مگه من مش کنم؟ خسته شدم از این بسته و کاغذاش. ندیدم، من که ندیدم. حساب نمیشه به من چه؟ داره چه کار میکنی لراکس؟ اینو کاغذای عکاسیه. چشماتو باز کن لراکس، ببین چی توشه. مگه چیه؟ چی میتونه باشه؟ از اسناد شرکت عکس گرفتن. اوف دمیر ببین چه اذیتی میکنی آخه. مگه چی میتونه باشه؟ مگه من مجبورم؟ لراکس اینجا خوابیدی؟ لراکس بیدار شو. به تو اعتماد دارم، لطفاً منو ول نکن. لراکس ببین خیلی سردت شده، پاشو برو رو تختت بخواب. دمیر صبح خیر. ساعت چنده؟ وای من دیرم شده، باید فوراً آماده شم. من اینجا چی کار دارم؟ هنوز زوده، برو رو تختت یکم بخواب. دستت چطوره؟ بذار باید پانسمانش رو عوض کنم. من نگاه کردم خوب شده. نگران نباش چیزی نیست. زود باش برو تو. این بیرون یخ زدی. آره روم بارون باریده. من کی اینجا خوابم برد؟ بوراک نیم ساعت دیگه تو دفتر منتظرتم. زوده؟ به نظرم خیلی هم دیره. دایی جون بیا همینجوری بیا یکم به پیش بیا نه اینطوری نه. وای دایی رو ببین چجوری اومد خدایا.
آیدا؟ صبح تو بخیر. چرا زحمت کشیدی؟ من فکر کردم یکی دیگر رو میفرستی. نه جونم چه زحمتی، ماشین دستم بود اومدم اما این ماشین خیلی هم عجله‌ای نبود، یعنی اگه ماشینای شرکت وقت نداشتن گفتم ممکنه لازم بشه، برای همین بهت خبر دادم. باشه مشکلی نیست، اومدم دیگه. خیلی زحمت کشیدی، شیرینی هم آوردی. نه عزیزم چه زحمتی، گفتم خب صبحونمون هم میخوریم، اینو تو کافمون خیلی خوشمزه درست میکنم. ماشینم واسه اونجاست؟ آره. آیدا چی کار کردی؟ میدونستم اصلا خبر نمیدادم. به هم آدرس میدادی، من خودم ماشین رو ردیف میکردم تحویلشو میدادم، اصلا فکرشو نمیکردم تو میای. اینجوری خیلی بد شد، اصلا خوب نشد. پس این کارو بکنیم، وسایلو بذاریم تو ماشین من و اصلا وقتو از دست ندیم. شیرینی هم میدیم مشتریات بخورن. وایسا کجا میری؟ الان چرا عصبانی شدی؟ چرا عصبانی بشم جونم؟ خب مشخصه که تو کار داری، منم نمیخوام وقت تو بگیرم، ببخشید مزاحمت شدم. همچین چیزی مگه میشه؟ تو اصلا همیشه بیا، اصلا هم نرو. من به خاطر این گفتم که تو خسته نشی. ببین آیدا حالم خوب نیست، خوابم هم کمه. این شیرینی که آوردی رو بخوریم، یکم قند خونم بره بالا، باشه؟ چای یا قهوه؟ یعنی چای تازه دم، قهوه هم داریم. اهل قهوه ای؟ چای یا قهوه؟ کدومشون؟ تو انگار زیاد از سحرخیزی خوشت نمیاد. بالاخره یکی پیدا شد که منو درک کنه. بیا تو. از اونجایی که صبح زود میخوای منو ببینی، پس خبرهای خوبی نیست. میتونی این آبروریزی رو برام توضیح بدی؟ اینا دست تو چی کار میکنه؟ برای توضیح دادن صدات نکردم، برای توضیح خواستن صدات کردم. یلدیریم بهت داد؟ از رو میزش برداشتم. پس برای همین حرکت خوبی بود، گرچه میفهمه که پاکت گم شده. مشخصه که نمیتونین کارمنداتون رو کنترل کنین. وقتی بوراک خان در مورد پاکت حرف میزد، از حالت صورتتون کاملا مشخص بود که شما هم از این موضوع خبر ندارین. شما هم به اندازه من تعجب کرده بودین. اشتباه میکنم؟ اشتباه میکنم، چون من ازشون خواستم که این پاکت رو به دستتون برسونم. فقط از اینکه چطوری تو اتاق آرشیو گیر کردن تعجب کردم، اما اونم وقتی برم متوجه میشم. خب تو این پاکت چی هست؟ باز کنید، خودتون نگاه کنید. اینا چیه؟ تحقیقاتی که نشون میده خدمات اجتماعی خیرخواهانه حتی بدون تبلیغ هم باعث کسب امتیاز میشه. میدونستم آلا رو تبلیغ نمیخواد، گفتم اینو بیارن تا متقاعدتون. این عکساری که گرفته؟ نمیدونم، یه عکاس، اما صحنه‌های خوبی رو شکار کرده. با فرستادن اینا برای یلدریم خان میخواستین چی به دست بیارین بوراک خان؟ هر چیزی که برای نجات شرکت لازم باشه، همین. این چری میخواستی شرکت رو نجات بدی؟ میخواستی با فرستادن اینا برای یلدریم خان ازش باج بگیری؟ باج نیست، خوبی در مقابل خوبی. اینجا کارا اینطوری پیش میره. یعنی تو اینجوری پیش میبردی؟ اما دیگه اون صندلی مال تو نیست. تو نمیتونی در مورد این چیزا تصمیم بگیری. نمیتونی همکاراتو وارد کارهای غیر قانونی بکنی.
نمیتونی اسم شرکت رو با این کار غیر اخلاقی لکه دار من کنی. از روز اولی که این شرکت تأسیس شده اینجا بودم دمیر خان. برای اینکه سر پا نگهش دارم خیلی بیشتر از شما تلاش کردم. بیشتر از شما و همه کارمندا و اسم خود شرکت. ببین بوراک، مدیر و شریک فعلی آرت منم. این یعنی در مقامی بالاتر از تو هستم. تا زمانی که من هستم نمیتونی بدون اجازه من کاری انجام بدی. بالاتر از شما هم هیئت مدیره هست دمیر خان. شما از اونا پرسیدین؟ گفتین همچین مشکلی هست و دارم اینطوری حلش میکنم؟ اونا حتی نمیدونستن که شما داشتین بزرگترین مشتری شرکت رو از دست میدادین. فکر کنم من یه اشتباهی کردم. میخواستی بری؟ مانعت شدم. امیدوار بودم که بتونیم با هم دیگه کار کنیم، اما با این شرایط اصراری برای موندنت ندارم. امروز مرخصی. خوب بشین فکراتو بکن. اما اینو خوب بدون و خوب بفهم. تو این شرکت فقط یه صندلی هست که رو اونم من میشینم. امیدوارم اگه تصمیم گرفتی بمونی اینو خوب متوجه شده باشی. اون پاکت دست لروکس بود. چرا خودت ندادی و اونو فرستادی؟ چون همه یه جورایی تاوان کارشونو پس میدن. یعنی میخواستی تاوان اعتماد بی قید و شرطش به تو رو پس بده؟ البته که نه، همچین چیزی نبود. میتونی بری. اوستا جون، مشتری اینطوری میخواد اما این کارا اینطوری پیش نمیره. تو همونطوری که من گفتم ادامه بده. ببین لروکس، منو با مشتری دهن به دهن نکن. بعدشون مشتری میاد با من چش تو چش میشه. بعدش چی میشه؟ من تحال اون مشتری رو در میارم. نه بابا، در حد تحال محال نیست. من امروز زنگ میزنم باهاشون صحبت میکنم. اصلا نمیخوام در مورد اون جعبه تقسیم اینا حرف بزنم. ای بابا، فقط تو رو کم داشتم. هی اینطوری حرف نزنم، به خدا میام اون تحالتو در میارم. نه اوستا، با تو نبودم. دیشب خونه ما خونه من، یعنی برقای خونه قطع شده بود اوستا جونم. تو نمیتونی قبض برق پرداخت کنی، چرا به ما نگفتی؟ پس ما اینجا چی کاره؟ نه بابا، من اونو پرداخت کردم اما نمیدونم، انگار اشکال از سیم میما بوده. کاری نکن، الان میام. نه اوستا، شما به کارت برس. من الان به شرکت برق زنگ میزنم، مشکل رو بهشون میگم. اوستا ای بابا اوستا ببین شمعای ما اینجاست، تا تهش آب شده. معلومه که تا دیر وقت تو تراس نشسته بودن. از کجا معلوم؟ شاید خاموششون نکردن رفتن تو. امکان نداره. معلومه که دمیر آدم خیلی محتاطیه. شمعای ما رو روشن نمیذاره. باشه را بیفت بریم فیروزه. الانه که با دختر چش تو چش بشیم ما. نگاه کن، رومانتیک تری قسمت باغچه رو. زود باش را بیفت، زود باش، بیا. اینم مدرکی که دنبالش بودیم. کنار هم نشستن. ما شروع کردیم، اونا ادامه دادن. اینطوری پیش بره تا 6 ماه دیگه شاهد عقدشون میشیم لیلا. به نظر من که شمع روشن کردن نشستن همدیگر رو تماشا میکنن. به نظر تو اینجوریه؟ تو واقعا دیدت صفره. هیچ وقت نمیتونی تصویر کلی رو ببینی لیلا. هیچ کجاست؟ ای. یکی کابل برقو قطع کرده. منظورتون از تصویر کلی اینه؟
ما که از برق چیزی سرمون نمیشه. تهمته، رسما تهمته. کی تهمت میزنه؟ بیارینش تا حالشو در بیارم. این طرف من نیا به خدا نیا، جیر میزنم اگه بیایی. راستش همه جورشو دیده بودیم اما این جورشو اولین باره که میبینیم. شما چه نسبتی با لروکس دارین؟ لیلا ببینم این داره میگه لروکس. در از تو کی هستی ها؟ هم ما هم لروکس رو راحت بذار وگرنه 20,000 ولت میفرستم رو تا. بفرست لیلا بفرست. من با الکتریک زندگی کردم. چی کار کردی فیروزه؟ بریم زود باش فرار کنیم، زود باش. بریم. حالا طرف چی میشه؟ چیزیش نمیشه، بیا بریم، چیزیش نمیشه. وای خدای من وای. اوستا محرم، اوستا محرم، چی شده؟ بگو چی شده؟ حالت خوبه؟ منو نگاه کن. دختر نازم، برق گرفتم اما دگرگون شدم. اوستا محرم، آی اوستا جونم، دست درد نکنه نجاتم دادی. کاش منم میتونستم تو رو نجات بدم. نه تو منو نجات نده، نیازی نیست. من خودم رو نجات میدم. شایدم نجات ندارم، ببینیم چی میشه. اوستا تو هنوزم نتونستی به خودت بیای، نمیتونی جملاتو درست بگی، منو نگران کردی. بیا یکم اینجا بشین. همینطوری خوبه. باشه، من میدونم کار کیه، بعدن حسابشو خودم میرسم. تو نرس، اگه لازم باشه من بعدم پیداش میکنم. باشه اوستا، چرا عصبانی میشی؟ یعنی کی میتونه باشه؟ دوبله شده در استودیو جم. بوراک، تو اینجا چی کار داری؟ اینطوری خوب نیست که، کاش حداقل قبلش به هم خبر میدادی. شرمنده، یکم باید با هم حرف بزنیم، یکم قدم بزنیم. من میخوام برم سر کار. مگه تو امروز نمیای؟ باشه با هم میریم، حرفم میزنیم. یه چیزی هست که باید بهت بگم. باشه اما چند لحظه بهم فرصت بده. بیا تو. باشه. تو کتابا درست و غلط مشخصن، اما بعضی وقتا سوالا خارج از کتابه. مشکلت هرچی از روک و راست بهم بگو. برای چی داری سربسته حرف میزنی؟ اسمتون چی بود؟ من لروکسم. لروکس خانم، امیدوارم اینقدر سطحی به پروژه نگاه نکنی، چون فکر میکنم از بس پریدیم وسط حرفام که متوجه نشدیم. ما تا قرار گذاشتیم که با همدیگه بریم. مروه چی شده عزیزم؟ حالت خوبه؟ چه دکتری؟ دکتر قلب. وداد مدیر روابط عمومی شرکتمون رو میفرستم پیشت. بدوین. بدو. من نردبون آورده بودم.